یکی از مهمترین دغدغه افراد موفق و قدرتمند اینه که نگران سلامت مغزشونن، علل خصوص در سن میان سالی. به چه صورت؟ وقتی یک فردی تلاش کرده در دوران جوانی و نوجوانی و الان شده یه مدیر موفق، صاحب یک کسب و کار موفق، صاحب یه بیزینس موفق، تنها چیزی که از اینجا به بعد میتونه به حفظ و نگهداری اون سرمایه‌ای که درست کرده کمک کنه سلامت ذهن و سلامت مغزشه. اینکه بتونه توی سنین بالا هم درست تصمیم گیری بکنه، اینکه بتونه حافظه خوبی داشته باشه، تصمیم گیری خوبی داشته باشه، برنامه‌ریزی خوبی داشته باشه. من خیلی از افراد موفق رو دیدم که نگران این هستن که نکنه این توانایی ذهنیشون که در دوران جوانی و نوجوانی کمکشون کرده تا به این درجه برسن رو نکنه از دست بدن. درسته تجربه بالایی دارن، ولی نگران عملکرد و کارکرد مغزشونن. آیا میشه اینا رو تقویت کرد؟ بله 100%. آیا میشه اینا رو ارزیابی کرد؟ بله 100%. و اینکه آیا راهکاری برای افزایش و تقویت قدرت مغز وجود داره؟ کاملا. اگر میخواید بدونید چه راههایی هست و چه روشهایی هست و چه کارهایی میشه انجام داد که مغز بهتری داشته باشید و قوی تری داشته باشید، عدد 55 رو ارسال بکنید. دوستان من لینک مقاله رو براتون میفرستن.